سلام دوستان، من میگم که امروز حالتون چطوره؟ اومدیم اینجا آموزش خونه مخفی. میخوام یه خونه مخفی خوبتون یاد بدم که هیچ کس نمیتونه خونه مخفیه. لایک کامنت دنبال فراموش نشه. برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان، ما به وسیله زین بزنیم فقط اون بلاکی که دلتون میخواد و میارید و یه دونه شالکر باکس. ما بریم یه جایی که مثلا خونمون رو بسازیم. دوستان شرمنده باعث سر صدا چون انتخاب کنم همینجا خوبه. کوچیکه، خیلی کوچیکه. حالا اینقدر خوبه. آقا دیگه شما دیگه خونه‌تون رو بسازید. من الان که نمی‌سازم شما دارم آموزش میدم. آقا دیگه ول مثلا یه خونه خودتون بسازید، بعد زیر رو بکندید دیگه تا دلتون میخواد برید تو این دیگه زیرنی خونه. بعد شالکر باکس رو میارید یه بلاک زیر این شالکر باکس رو میارید، اون بلاک زیری رو میکندید. بعد دوستان حتما باید سه بلاک بالا باشه که بتونید برید توی شالکر باکس. مثلا انقدر خوبه. مثلا 2 3 اینجا رو بلاک بذارید. بعد برید توی این بپرید و بزنید، میری توی شالکر باز. بعد از این دیگه نمیتونید برید بالا چون که بالا شالکر بازه. یه راهی بزنید به بالا که دیگه در بیایید. خیلی اینجا تاریک، خیلی تاریک. درست میخوام دیگه یه راهی بزنید بالا برید بالا. دیگه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه. کانالمو لطفا دنبال کن تا ویدیوی بعد. خدا نگهدارتان.